کوچه میرزا ترسنزاده خیلی زیبا شده است و معلوم است که حالی هم ساختمان ها دوام دارند. بعد یک دو سال دوبای دم بگیر. سلاویانسک اونیورسیtet اون طرف و اوویر این طرف روی اشان و تلویزیونی تاجیکستان و این باغ MCS نامم ندارد که با شما معرفی کنم دوستان، خودتون دیده ایستاده و این طرف راه زیلانی بازار بود و این کتاب میخوریم. این طرف راهی صدرالدین عینی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی و باغ کوروش کبیر دو ما رو دیده ایستاده. چقدر زیبا. نیویورک، لاس وگاس، پنتاگون همه کاروچه خوشگیوش دامی جای با شما موفقیت سال بلنده. خدا نگهبان شما باشد تماشابینان عزیز. سلام دوستان عزیز، ما در چهارراهه اشان یعنی که MCS کوچه میرزا ترسنزاده و بهگزاد قرار داریم. از با شما پر معلومات میدیم. با شما تماشای خوب، سلامت باشید. این باغ MCS نام ندارد، بخشش گفتن نمیتوانم. و این طرف اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی و باغ کوروش کبیر کوچه بهگزاد و این طرف راه به سوی سلاویانسک اونیورسیtet و رودامی رقمی 1 کوچه میرزا ترسنزاده و این طرف کوچه بهگزاد. اون طرف اشان می رویم و MCS Министерство чрезвычайных ситуаций. با شما تماشای خوب و عالی آرزو دارم. اینک ما راه به سوی کوچه میرزا ترسنزاده. سلامت باشید. گذاشتیم اون طرف باغ MCS و اون طرف اشان دامی مین. در یگان دام نام کوچه و نام دام رو ندیدم، عذر زیاد، هیچ چیز گفته نمیتونم، از مردم پرسیدم. طرف اپرا و بالت و باغ کوروش کبیر و این طرف میرویم. نگ اینجا این رو باید نامش رو هم نگیریم. White and Black مگزین بهترین یک تامین نام دیدم درنم اینجا. اون نامی کوچه نیست، اگه دیگر در یگان دام نیستم دام سازا خواهش میکنم نامای کوچه ها رو نویسید. این طرف دام های بلند آشیانه یعنی که 13 اتاژه به فکرم 13 اتاژه خیلی دامای زیبا. اول اینجا دامای 2 اتاژه دورای خروشچوف و استالین و لنین بودن. اینک بینه چقدر بلند آشیانه های زیبا تولد شده است. من خیلی دامچه بودم در اون طرف. این اینجا اوویر جای پاسپورت، زاگرام پاسپورت میتونه در همینجا پیدا کنید. این اینجا خدمات شناسنامه‌ای با خیرگیری. این اینجا دکتر و کارش نمیتونم یک چیزا خونده. این تا یک میگم خیلی خطاشی روز ریزیو. Low asleep Turkish restaurant سلطان بی بوده و در دومی 13 اتاژه بلند آشیانه در یکم اتاژش طرف خانه بوده است. جای آرام خوب. او ماشینی نظم دیده من گلند واگن دامای بلند آشیانه را خطیش میزه بیده در گلند واگن IMG. آفرین. اینک پرچم تاجیکستان پرافشان در بین دامهای بلند آشیانه چخیل میزه با. اینجا این ساختمان رفته ایستاده است. زیروم هتل.
این گاسنیتسای رومی بوده است. نگاه کنید بابا نشیا کو در بین گاسنیتسا در برش سلطان بی و دیگر طرفخانه ها و مغازه های لباس و خوراکواری. اینک راهی ما طرف راهی Universitate Slaviani. Süleyman Kuds. O اینه دوم سلیمان کودس بوده که ایستگاه باغ علیشر نوایی درش میرویم. چیتیر ماتس سکیچرز و میرم زور مغازه زور پیدا شده. های دوستان خیلی کوچه زیبایی کوچه میرزا توسینزاده یعنی چوراهاش هم به حد های زور اون طرف و فکر من میدونه چیست اونو دوم به تجای سری را دیده سین اونو دوم مکتبی مخصوص جمهوریوی یعنی که اینترنت شکولا این دوم دا اینجا دا قرطبخانه خیلی بامزه هستن پدوالزده و این طرف این مغازه سوپرمارکت یوار این بینار هم نگاه کنه چقدر اوینوش سبز و کبود الداره زن ساختمانچی فقط جمع معلومات کوچه را می نویستن زور می شده باز ما رو اون طرف می رم نگاه کنه چقدر چوره های خیلی زیبا چهار طرف دومای بلند آشیانه دوبای دم بگی اینجا در فروش خونه ها این تلفونشون این دومی ساختمانی را دیده شده خیلی زیبا بوده است خیلی زیبا اون طرف دومپچت راهی دومپچت می رویم و بانیسای 13 هم پلیکلینیکای نویای شما منصور 13 و مکتبی مخصوص جمهوریوی این راهی ما این طرف انا مغازه محمد پلازا این سکیتکا مغازه لباسا باشه های چوره ها رو ترتیبات جمعیتی رو ویران نکرده سویتافور رو نگاه میکنیم که سرخ نگذاریم و چراغک رو حتما نگاه کنید و سبز روان شوید جون خودتون رو و نزدیکانتون رو در خطر نمانید اینک ایستاد من فهمیدم که حوضی سبز میشود اینجا سکیتکا این میبل بوده است اون طرف هم راهی بگیم اشان میبرایم اون طرف این دومی این محمد پلازا دومی مغازه میبل بوده این طرف سوپرمارکت یوار در دومی بلند آشیانه طرف میبل بوده است بکنید یکون دو معلومات نداره که نمی کوچه شو بخونه بیسکویت خیلی جا شولی ریموند رفته است و این طرف مرکزی سودایی یوار این طرفش هم ریموند رفته ایستاده است اینجا چی باشه؟ پری مغازه خوراکواری باشه کبانی شوز سفید نکردن اینش چی؟ جکمه یه خیلی نامو میمونه دوستانی عزیز تو باور کنید من در حیرت میمونم بون که از خطانه شریف خطی نویسید اما زور میشود و این طرف کلی ریموند رفته ایستاده است باز بلند آشیانه خمر
جیپا بینه جیپچه ایستادگی انه دومم دومی زور بوده سب سفیدک آلو اتوبوسای دوستی خلقای تاجیکستان انا دوستان عزیز مگزین دیو ممکن عبود بوده انا این کوچه ما از طرف کوچه بگزاد راست و کوچه میرزا ترسونزاده تو انا این گراناتل اومده اینا گنه طرف خونه گراناتل و مهمان خانه گراناتل مرامت مهمانان عزیز 4-5 ستارگی داره گراناتل یاپونا ماتی نگاه کنید خیتایی ها همه چی داره اینجا آنها نگاه که ماشین بیاخه سرخشه بهترین تریتور عالی شدگی این رستوران چیلی در بینای گراناتل هتل مهمانخانه گراناتل این تاج پالاس بهترین درجه خودخانه پیتزا خانه خوراکای یاپونی و خیتایی این بود کوچه میرزا ترسونزاده و این بینای آخرانی رو پروی دانشگاه سلاویانی اون طرف رادامی 1 و پایتخت 80 و بینای الف باند اون طرف دام پچت را و این دامی زبا رو ببینید این دامی اغلواش گنده مخوشدگیه گنده زیبا خوشرو نمیدونم اگه صفتش چقدر اما با خوشوگی و زیباگی هم تو ندارد با شما موفقیت و تماشای خوب آرزو دارم سلامت باشید از دوستان عزیز ما اون طرفی راهی همین کوچه میرزا ترسونزاده میگذاریم و اون طرفش رو نوار میگیریم از ما اون طرفش میگذاریم و این خیل میرویم با شما تماشای خوب آرزو دارم پیش خود رو سبز گذاشتیم ترتیبات رو ویران نکردیم و نان پس خانه بهترین جای نان بوده است جای نشست باشه نشست میشینیم نان میخورید با همراه کافی و قهوه انا دوستان این دام نظم دیده یعنی که دوست داشته من رو ببینید یکم بار دیدم دیل بستم بر این دام دوستان پروژه‌اش کسی باشه قند شا بزنه آفرین 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 به این دام آفرین بس گوچی گپا ارکیتکتری این دام میراث چه میراث آفیس پراداش این نه اون نه خیلی پول باشه که ما بدون سه چهار خونه شا گیرم الافسوس ما پول ایکیجو یا باتری برای گوپرو من گرفتن نمیتونم خیلی بچه اگر تونین دستگیری کنین یا باتری گوپرو اوریجینال خریده بتین عالی جانب میشود نگاه کنین بود درونش تلویزور داشته آفرین این مغازه لیبوسا رو هم داشته چه لاکوستا آفرین لاکوستا مغازه لاکوستا این طرف ها دوبای دم بگیر موفی سکیوریتی این اینجا بود دارو بچه داشته آفرین دیوار گفتم که این دیوار اینم دومی عالی نکی چنی اون دومی که من گفتم دل بستم چنی آن نیست
دیوار مغازه اینه خیلی چیسته تجهیزات خانه بانک اسخط نگاه کنه چقدر کوچه های زیبا خیلی ساختینش زور نو ساختی شد با برو اومدم که و ایتا گرم بوده اینجا انا میرم ما نفهمیدیم چه لک چی نیست اگه باشه دوستان جاکامنه چون مردانه لباس های مردانه بوده اینا کبانی شویز او توفلی های مردانه این دومم دوم اولیز اینا کاسمتیکا ای پارفیمریا نگاه کنید پاری آفرین اینا غا کنده نه اوستا میگیری راست میمونی واسبین بوده اوه انا خیلی راست میمونی شد همون درشی میری او دوما بی پارکوکا زپریشنا دوما بی بابا همین موبایل هم میستی نوار میگیری ددن ددن رفتیم مرکز سودای یوور اومده یوور ما سوپرمارکت یا گیپرمارکت کاروچی نمیدونم از ما اون طرف میرم ما از اون طرف رفتیم و از این طرف با اون طرف میرویم باش شما تماشای خوب آرزو دارم انا مغازه یوور سوپرمارکت بوده است دیدیم واشلرمه آفرین سه تا فرسال شد ما میرویم 43 45 های کوچه میرزا ترسونزاده سکیچرز همه چه تا خونده نکنیسته سنو انگلیسی بیزه با سکیچرز سایپشیه نخواه نرمالی دوما اما وزای لباسا بوده یه اروپا میز خونده میشه گرین کافه چیتیر اتوبوس آزیان اکسپرس زرومی هتل اینا مهمون خونه رومی اولیست خیلی اولیست انا یک تا معلومات از همین دو میفته میرزا ترسونزاده آفرین خیلی رو با شتاتیف گوپرو گرفتستم طرف خونه ترکی بوده است سلطان بی بوده است رستوران بالا نشونه میشه نه کاری نه سلطان بی ترکی اینا دوستی من Hi my friend love it دکترز انگلیسی نمیدونم خطیش انگلیسی گم بزدون نباشه وقتی خوندن در کار بود خطیم برای نه زمرد بوده است این زمرد چیه یکی
اتلیه باشد، ارتل باشد. میرویم معلومات ندارد. تو مغازه لباسای مردانه پیار کردن CW پیار کردن .tj. آفرین آفرین. این دختره که نگاه نکنین بچه ها. من روم اوسه کمیران سیمکا داره با خونه دا میبینیم شد. نگاه کنین ما باور که اینجا ای سیمکا اکو سرم توخو این طرف سیمکا که او طرف سیمکا که. دوستان عزیز ما کوچه میرزا ترسمزاده رو نوار گرفتیم برای شما مخصوص و این طرف راهی راستی که دیده ایستاده این خیلی این راهی کوچه بگذار و ما از همین کوچه چهارراه اون طرف کوچه میرزا ترسمزاده نوار گرفتیم که دم ها رو ببینیم. برای که مخصوص گفتن که همین طرف رو نوار گرفته پرتو که از دو اتاژهای دوره فروشوف چی مونده است. اما ما دیدیم که هیچ چیز. بلند آشیانهای زیبا و شما موفقیت تماشای خوب آرزو دارم. سلامت باشه.